aşk sana geldim. Al yine büyüt beni. Ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Ey aşk vurur musun? Kor gibi durur musun? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana? Feryadımı duyar mısın? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana? Feryadımı duyar mısın? Sana geldim, al yine büyüt beni. Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana? Feryadımı duyar mısın? دختر قندمی کارا نکن. تو باید دیگه در اینجا باشی. حال خانه تو به همیشه همینجاست، درست است؟ حالا دیگه دخترم گریه نکن. برو دیگه پدرت جیگر خون نساز. برو حالا دخترم. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БТА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. بس از دیگه بس از چرا نمیفهمی؟ اگه از پشت من بزنم دیگه از پشت من فهمیدی؟ من تو رو نمیخوایم، تو رو دوست ندارم. فهمیدی؟ دوستم ندارم. زهرا شما ایلیفا امرایتان نمیبرین؟ با پایایتان مفتم خواهرم از اینجا ببرید. لطفاً او را نجات بدین، او را از اینجا ببرید. مرا هیچ دوست نداشته و دوستم نداره، اما ایلیفا دوست داره. این را میفهمم چرا که او دختر اصلی تان است. لطفاً او را از اینجا ببرید، او را در اینجا نمانین پدر. بخیز دخترم، بخیز قندم، داخل بریم ایلیف جان، گریه نکو. دیدی نه که پدرت چی گفت؟ گفت هر وقت پشت شاندق شدی پیشت میاین. دازم هر وقت که خواسته باشی تو را منجا میبرم. ها دخترم؟ حالا دیگه قند خالش گفت مرا قبول کو. بخیز که داخل بریم، در اینجا هوا سرد است. بریم.
بریم دختر قندم بیا. الیف دا اونجا من تنهایی خوابیده نمیتونم، میترسم. بیازو از گپ زدن رو مانده. اینا خو میفهمید که مشکل خدا با کسی گفته نمیتونه. حتی اینا گفته نمیتونه که گشته شده یا تشنه. اگه کمی هم دخترتان دوست داشته باشین باز او را نجات میده. لطفا او را از اینجا بیرون کنه. فکر میکنی که قلب من میسوزه؟ من جگر خون نیستم. با دوری او را تحمل کنم میتونم ها. من او را بسیار دوست دارم. او دخترم است، جانم است، اولادم است، زندگیم است. خانمم ازم گرفتن، او را از بین بردن، اما من چیزی گفته نتونستم. تو خود دیدی که گلسوم چه قسم دفن کردم. مرا پیش کلگی رزیل ساختن. من همه قسم رزیل هستم همه جزایم است. اولادم از پیشم گرفتن. من دیگه چی کنم؟ چطور میتونم از اینا بگیرم؟ زهرا، اینا بسیار قوی هستن. اگه بخواین ما را از بین برده میتونن، هیچ کاری کردن نمیتونیم. نوجین مادر کلان، دروازه را باز کنین خواهش میکنم. نوجین مادر کلان، دروازه را باز کنین. از علی طلاق نمیگیرم. تمام گپایتون را قبول میکنم، قسم میخورم. لطفا دروازه را باز کنین، الیف رها کنین. نوجین مادر کلان، الیف رها کنین. نوجین مادر کلان. با لطف خداوندی صنف درسی را باز خواد کرده. انشالله استاد، با ما کدام امری باشه؟ نه خیر، تشکر، کل چیز آماده است. شما فقط شاگردای ما را به وقتش اینجا بیارین. استاد میشه چند دقیقه گپ بزنیم؟ به اجازه تان. درست است استاد، پس ما هم دیگه میریم. بیا بیشی. استاد شما کار درست نمیکنین، از این کارهای خود دست بردارین. دامن خیر دراز است بچیم. اول پرده ای که پیش چشمت گرفته پس که باز گپ بزن. من از تصمیم منصرف نمیشم. در این صورت نه تو مرا خسته بساز و نه من تو را. این صنف هم ما باز کردیم و تو هم دخالت نکن. بیبی ابراهیم خان، من نمیخوایم همراهت بحث کنم. زندگی از روی نوشته های کتاب پیش نمیره. سرت بلند کو و چهار طرف خدا بیبی. اگه اینجا بسته نشه براتان خوب نخواد. برعکس، اگه اینجا بسته شود بر ما خوب نخواد شد. اینجا دروازه امید تمام اطفال است. فکر میکنم گپ من نفهمیدی. اگه اینجا را باز کنین ملکه را از بین میبرم. بس از دیگه از کلتون خسته شدیم، نمیخوایم شما را ببینم. مرا تنها بانین برین از پیشم، چرا گپ من نمیفهمین؟ نه زندگی خسته شدیم. علی آرام باش لطفاً. بیبی زهرایی کار قصدن نکده، به خاطر الیف بود. ما تا جلسه دیگه او را قانع میسازیم، باور داشته باش. در ضمن تا او وقت الیفم نجات خواد دادیم، باز هیچ موانعی پیشوریتان نخواد بود. استاد بازم کسی دیگه را زندگی من خاط آوردن، بازم زندگی من را دوباره تباه خواست ساختن. من اینا را مشناسم، از کاراشون خسته شده. ملکه تو پیش زهرا و الیف برو، من علی را پیش دکتر میبرم. درست است. زنده باشی علی جان. بیا حالا دیگه شعر بیادرش آیسته بالاشو. برو. آفرین. میفهمم اونا یک بار مرام تهدید کرده بودن که اینجا را باز نکنیم. من از اول به ملکه دخترم گفته بودم که قسم خواد شد، اما او در کارش جدی است. شکر که عقب نرفت. او همی قسم زدی است. زدی نیست، جسور است. از انجام کار نیک دریغ نمیکنه. پس میشه بگوییم که زدی نه، با اراده است بچیم. خب استاد شما همراهش گپ بزنید، باز شاید از این کار منصرف شوه. من گپ خود گفتم دیگهش مربوط خودش میشه. استاد ببینن، اگه شما از این کار دست بکشین او هم منصرف خواهد شد. این کار نکنین. من نمیتونم که او اطفالا ناامید بسازم. من نمیتونم اونا را دوباره دو تاریکی روان کنم. نوجین مادر کلان، دروازه را باز کنین. نوجین مادر کلان، دروازه
دروازه را باز کنین لطفا. خاله فاطمه نوجین مادر کلان کجاست؟ در داخل است. نوجین مادر کلان. بله دوران. بله ملکه، تو کجا هستی؟ کم کار دارم، در امنیت هستم. گوش کن ملکه، بنا حق خود خسته نساز دوران. هیچ کس مانع شده نمیتونه. بیا از او علینا شکایت هم کردیم. شما نمیتونین کلیف دو قصر نگاه کنین. تو همونجا باش، ما پیشت میایم. الیف تو در جایت باش. مرا ببخشید نوجین مادر کلان، مرا ببخشید. الیف هم ببخشید. خواهش میکنم نوجین مادر کلان، من پیش رویتان هستم. قدیم ایره بیرون کو. خواهش میکنم نوجین مادر کلان، به پایایتان مفتم خواهرم اعلا کنین. من دوباره آمدم، از علی طلاق نگرفتم و هیچ وقتم طلاق نمیگیرم. لطفا هر کاری میکنی بکن. تو دیگه آزاد هستی زهرا. این کارا نکنین. الیف اعلا کنین بانین که بره. تو خو میخواستی که از اینجا بری. دروازه باز است، رفته میتونی. اما خواهرت همینجا میباشه. نه خیر. خواهش میکنم خواهرم اعلا کنین. لطفا خواهش میکنم بانین که بره. گفای مادر من نشنیدی؟ از اینجا بیرون شو. لطفا مرا ببخشید، من نمیرم. مرا ببخشید لطفا. الیف من تو را از اینجا نجات میدم خواهر جان، تو هیچ ندرس. من تو را از اینجا بیرون میکنم. فاطمه دیگه به روی زهرا دروازه را باز نکنی. او دیگه در این خانه نباید داخل شود. لوازمش را جمع کن و از دروازه بیرون بنداز. هر جایی که میخواه بانش که بره. کجا خود رفت مادر؟ به خانه او ملک احمق میره، مثل خود میسازش. اوف چوب شده گر، وز نکو. تو و خواهرت ما را دیوانه خواد ساختین، اعصاب بر ما نماندین. خانم بیا ایران ببرم. باید در پیش چشمای ما باشه. تو کاری را که مادرم گفت انجام بدی. لوازم او احمق بیرون بنداز. گمشو دگه نبین اومد. دگه ای طرف نبین اومد. الیف 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 لطفاً مرا اعلا کنین، بلیاز خدا مرا چیز نشده اعلا کنین. میخوایم که برو. یک حادثه کوچک اتفاق افتاد، اما به خاطر که مطمئن شدم او را به اینجا آوردم. به زود حادثه هیچ صدمه ندید آقا. تمامش تاثیر عصبانیت است. فعلا برش یک پیچکاری مسکن میتیم، بعدا دوباره معاینش میکنیم. لطفاً مرا اعلا کنین، بلیاز خدا چیز نشده اعلام کنین. لطفاً آرام باشین. دکتر مرا اعلا کنین، مرا چیز نشده. بانین که خانه برم، چرا مرا اینجا نگاه کردین؟ خداوند لعنتت کنه زهرا، خدا من جزای تو بده. تمامش به خاطر تو شده. سونا گوش کو سونا،
این نزدانگی خدا برو سر جمشید کو. یک بار چشمای جمشید باز کنم باز فریبکاریایت واضح خواد شد. او وقت چی خواد کردی باز میبینیم. بله بفرما جمشید. تشکر خوب هستم. تو چطور هستی؟ او هم خوب است. تو تشویش نکن. قرار ششته. خداوند خیرت بده. بسیار یک کار خیر انجام میدی. میفهمی بچه؟ تو دعای تمام خانوادایی که اولادایشان اینجا درس میخوانن نگرفتی. این کار خیر برام کمک میکنه تا گناهیم پاک شوه. مردم ایرزوم یک گفتار خاص دارن. علت بها نمیگن. یعنی حتی اگر کوچکترین کارم باشه باز امور وسیله خیر خود قرار میتن. میگن حتی یک کار خیره کوچک میتونه گناه های ما را از بین ببره. مهمی است که از راه خیر منصرف نشیم بدون دور شدن از او را، چی کوچک باشه چی بزرگ او را انجام میتن. همه قدر کفایت میکنه که تو اشتباه خدا درک کنی و از راه بد دور شوی. هیچ کس مثل تو احساس نداره بچه. از کس شرم نداشته باش. سر خدا بلند بگی. من از کل مردم نمیشرمم. من از کسایی میشرمم که با من اعتبار میکنن استاد. از همین خاطر پیش از آزاد بیادر نرفتیم. زهرا ماموتا بسیار زیاد میخوایم او رو ببینم. با تشویشش هستم، اما با کدام روی پیشش برم؟ اگه خبر شوه که این جسی بسیار خوش میشه. او دختر بسیار خوبی است، اما چند وقت میشه دچار مشکلات زیاده شده. زهرا استاد، زهرا خوب معلوم نمیشه. نکوه چیزی شده؟ تو همینجا باش. زهرا دخترم چی شده؟ خیریت باشه؟ نوجین مادر کلا عوض ما ایلیفا به بدل گرفت استاد. خبر دارم دخترم. استاد ملکه برم گفت آقا قدیم ایلیفا ده موتر انداخت همراه خود جای برد. نمیفهمم که کجا بردش. هرچی از پشتشان دویدم نیافتم. دخترم تشویش نکن. میفهمیم که کجا هستن. تو تشویش نکن. نه خیر استاد ابراهیم، امکان داره ایلیف به من ضرورت داشته باشه. اما تو هم باید خدا راحت بسازی دخترم. در ضمن داخل کسی هست که بسیار زیاد میخواه ببینید. حالا دیگه بیا بیا. یوسف تو هم اینجاستی؟ آمر صاحب میخوای میره بگویم که خانواده کرمانی ها قارب ماستن. خداوند اونا را خیر بده. امرای ما بسیار کمک کردن. سرپرستی ایلیفا به دوش خود گرفتن. بعد از وفات هرم از گپ زدن من گنگه شده بود. حال دخترکم گپ زدن نمیتونه. من صبح از خانه بیرون میشم و شام میم. او تمام روز تنها میمونه. به زبان از گپ زدن نمیتونه. کرمانی ها زنده باشن او را به قصر خود بردن. شکم سیر از جان جور است. ما دیگه چی میخوایم آمر صاحب؟ ها خداوند ازشان راضی باشه. برای ما و بچه‌مون یک اتاق دادن. ما مامرای اونها میباشیم آمر صاحب. یعنی که استاد ملکه دروغ میگه؟ با خدا دروغ میگه. آمر صاحب از وقت که آمده به ما درد سر شده. ما چند بار اینجا آمدیم، شما به خانه ما آمدین و به خانه وام رفتین. کلی چیزا میفهمین. اول میخواست دختر کلانم از این بگیره. او میخواد که اولادای ما بگیره. به خدا راست میگم، به خدا. خسته نباشین آمر صاحب. اینه ببینین دختر شیطان آوردم. خود در سوالی که دارین ازش بپرسین. ایلیف دخترم، حالا دیگه خنده پدر با کاکو پلیس خود بگو. برش بگو که ما امرای تو یک جای زندگی میکنیم. حالا دیگه فهمیدی؟ حالا دیگه بگو دخترم. آمر صاحب حالا خود دیدین که بیچاره گپ زدن نمیتونه. ایلیف دخترم، میشه که سر خود اقسم تکان بتی بله بگویی ها؟
نترس، هیچ کسی برات ضرر رسانده نمیتونه. در اینجا فقط به سوال ما جواب بدی بس. صدای ما شنیده میتونی نه؟ حالا دیگه برام بگو، پدرت همراه شما دو قصر یک جای زندگی میکنه؟ آفرین دختر. آفرین دخترم. یعنی خانواده تا پیدا نکردی؟ نمیفهم کجاستن و چی بلای سرشان آمده. ما هم قسمی که میبینی تنها ماندیم. چند ماه پیش ما یک خانواده بزرگ داشتم. مادرم، پدرم، بیادرم و خواهرم. اما فعلا فقط الیف مانده و بس. تنها الیف در زندگیم است. اگه او خواهر اصلیم نباشه بازم من او را بسیار زیاد دوست دارم. حالا دیگه اولادا یک چیز نوش جان کنین. کاکا ابراهیم شما خانواده دارین؟ شما خانواده ایم هستین. خب هدف ما خانواده اصلیتان است. به خاطر داشتن خانواده لازم نیست رابطه خونی داشته باشی. بعضا کسی را که نمیشناسی از خانواده که برات نزدیکتر میباشه. به خاطر تو بسیار فداکاریا میکنه. مثل استاد ملکه. مثل آزاد بیادر. استاد ملکه، آقا قدیمی لیف همراه خود کدام جایی برد؟ از پشتشان دویدم اما نیافتم شد. نمیفهمم که کجا رفتن. من میفهمم جانم. او را به امنیت بردن به خاطر گرفتن اظهارات. چیزی گفتن ایلیف از پیششان گرفتن. نه خیر جانم، در جایی که راشد باشه ده اونجا کسی گپ زدن نمیتونه. ایلیف خطافل است. یعنی که ایلیف دوباره با اون قصر میبرن؟ زهرا جان تو جگر خون نباش، درست است؟ من از کار خود منصرف نمیشم. حتما ایلیف از دست اونا نجات میتم، درست است؟ وضعیتش چطور است دکتر صاحب؟ علی خوب است؟ چیز قابل تشویش نیست آزاد. همین که پیچکاری مسکن زرق کردیم بعدش باز تمام معایناتش انجام دادیم. هیچ گونه شکستگی و سخن وجود نداره. خدا را شکر. اما باید نتایج معایناتش همراه دکتر متخصص یک جای مورد مطالعه قرار بدیم. دکتر صاحب فعلا عملیات خاص. چرا؟ نیکه چیزی شده؟ چیزی نیست آقا. بدون مشوره اونا ما براتون چیزی گفته نمیتونم. امشب علی را در شفاخانه بانین به از اون مسکن دادیم و فعلا هم خواب است. فردا پیش از اینکه او را مرخص کنیم باز کل چیزا براتون میگیم. تشکر. شفا باشه. تشکر. مادر ما میخواستم براتون زنگ بزنم. بچیم چندین بار بر زنگ زدم جواب ندادی. مادر ور خطا نشین. ما امرای علی در شفاخانه هستم. چی؟ شفاخانه چیست؟ خوب است مادر، تشویش نکنین. تو راست میگی بچه، علی را خود چیزی نشده؟ راست میگم مادر، او خوب است. عروس علی را چی شده؟ درست است، پس ما زود به شفاخانه میاییم. مادر علی را به شفاخانه برده. من دیگه باید برم. بسیار زیاد تشکر. کجا میخوایی بری؟ به قصر میرم پیش الیف. زهرا جان این کارات هیچ فایده نداره. بیا زودتر داخل نمیمانن. مهم نیست استاد، در بیرون منتظرش میباشم. یعنی تا وقتی که الیف اونجا باشه من راحت نمیباشم. پس من امرت میرم. تو را تنها مانده نمیتونم. استاد مرا ببخشین. در روز اول شما را تنها مانده و میرم، اما دخترم تو برو به دردی نامرهم شو. درباره اینجا فکر نکن. ما و یوسف کل چیز حل میسازیم. درست است. روزتان خوش.
بخیر برین دخترم. تو شکم دختر سیر کو، شاید گشنه شده باشه. الیف؟ دخترم گشنه شدی ها؟ بیا ما برات بسیار غذای خوشمزه پخته کردیم. بیا دخترم. چی کردین قدیم؟ کدام مشکل خو نیست؟ مادر جان هیچ مشکل نیست. او استاد بازم به هدف خود نرسید. دوران همی که خبر شده باز به امنیت رفته. امرای او استاد گپ میزد، وقتی که رفتم دیدمش. بیبی مادر کم از کم یک نواسید خود طرفدارت هست، مثل آزاد از پشت بالای ما وار نمیکنن. نمک حرام. ما کم استراحت میکنم. درست از بچیم، برو تمام کارایی خانه را بیزی تو انجام میدی. آزاد علی کجاست؟ او را چی شده؟ آرام باشین مادر، چیزی نشده. بیاین اینجا بشین. بیاین پدر. پس چرا در شفاخانه هستین؟ چرا هنوز او را مرخص نکردن؟ مادر او را پیچکاری کردن، فعلا خوب است. این مصیبت ها چرا سر ما دور نمیشه؟ آزاد چرا تمام مصیبت ها به سر اولادای من میایه ها؟ مادر کل چیز خوب میشه، تشویش نکنین. ما امرای نوجین مادر گپ میزنم. از گپ خود شاخ منصرف نمیشه. نه که مادر نمیشناسی. مادر ما منصرف نمیشم. چیزی که از دستم بیای انجام میتم. یک راه و چاره پیدا خواهد کردم. علیمه بخت تو سیاست، تو هیچ خوشی را ندیدی بچه. مادر ببینن برفین آمده که دستایتانه ببوسه. تشکر نوجین مادر، از برکت شما خانه ما برباد نشد. ما منتدارتان هستم. به خاطر تو این کارا نکردیم. یعنی تا هنوز ما را نبخشیده نوجین مادر؟ بی از او به خاطر بخشیدن شما این مصیبت ها سر ما آمد. اما بعد از این به هیچ کس دل نمی سوزانم. بعد از این هر چیزی که رسم و رواج قوانین ما میگه همه تو خواهد شد. از علی خبر گرفتین؟ او چطور است؟ علی خوب است نوجین مادر، تشویش نکنه. چی میگه زلال؟ چیزی نه، فقط خواستم صدایت بشنم جانم. نه که تو گپا نمیفهمی و دختر ها؟ رابطه ما از بین رفت. چلا را از انگشتت بکش و دور بندازش، فهمیدی؟ یعنی که جادوام فایده نکرد. اما به اینقدر آسانی پشت در ها نمی کنم برد گفته باشم. اینقدر آسان نیست دوران. میفهمم عصبانی هستین. به نظرم یک دختر خرد عروسی کردن و قفل کردن هیچ کاره درست نیست. تو هم راست میگی. الیف واقعا بیگناست. گناهکار اصلی شما هستین. برفین، فرمان، علی، زهرا، تو، او معلم صاحبتان. شما هستین که رسم و رواج ما را ارزش نمیتین. اما ما براتان یک درس میتم آزاد.
باید بفهمین که در مقابل عنعناتتان گردن خم کنین. رسم ما زندگی اطفال از بین میبره، آیندهشان از تاریک میسازه. گپای بی جای نزن، چیزی که میگم قبول کو. در زیر سقف ای خانه تا وقتی که من زندگی کنم فقط رسم و رواج عملی میشه. تو قبول نداری؟ رضایت نداری؟ دروازه بر رویت باز است. خدا میفهمه که لیفت چی وضعیت است. شاید زیادتر رسیده باشه. استاد ملکه او را خلعت نمیکنن. خدا کنه ای کارا نکده باشن. زهرا جان تو قدر تشویش نکو. او دختر چرا هیچ گپا نمیفهمی؟ برات گفتم دگه زنگ نزن. کی گفتی؟ باهو دوران کی گپا نمیفهمه؟ تو یا او استاد احمق؟ چند دقیقه پیش از صنف درسی برآمد. فکر میکنم فردا روز افتتاح است اما تو نیست؟ برش اجازه میتی که این کار کنه؟ یا من خودم این مشکل حل کنم؟ چی میگی؟ نخیر نباهو صبر کن. گوش کنی کارا نکنی. ما یک چاره میکنم. تو مداخله نکن. دورانی بار آخر است که سرت اعتماد میکنم. بیادر شما میخواین جای برین بیادر؟ دجلا بشی. گوش کن چی میگم. ما باید از این خانه برم. رفتنم از اینجا به خیر کلگی ماست، خصوصا به خودم خواهر جان، چون این ظلم تحمل کردن نمیتونم. خواهش میکنم نرین بیادر. پدرمون هم خانه آمده. کل ما بسیار خوش هستیم. ما را تنها مانده نرین بیادر. گوش کن دجلا، اگر ما از اینجا نرم کلگی از پیشم خفه میشن و من نمیخوایم. به گپای مینا گوش نمیتن و قبول نمیکنن. اما اگه سر گپ خودش ساده است. فهمیدی؟ اگر ما برم باز کدام گپه نمیشه جانم. در مورد ما تشویش نکن. کارا که خوب پیش رفت دوباره به خانه برمیگردم. منم تشویش نکن. حالا دیگه بیا امرای بیادارت کمک کن. زلال دخترم لطفاً آرام باش. متوجه گپ‌هایت باش. درست است؟ خوش آمدین خانمای مقبول. خوش باشین. رابطه دخترت با نامزدش خوب شده. آمدین که تشکر کنین. همتون نیست؟ بله بسیار خوب شده. فردا عروسی ماست. تو هم بیا شاهد ما باش. درست است؟ خوب شده نه خدا جایش بان. حتی طرف ما سیلم نمیکنه. به نظر من تعویض زیاد فایده نکده. مادر چرا نمیگین که تعویض هیچ فایده نکده؟ دختر جان کم صبر داشته باش. این کارا دفعتا نمیشه. من خوش ندارم قصه مفتتا بشنوم. من بر تو بسیار پول دادم. تو هم برم وعده دادی که دوران دوباره پیش من میآید.
حالا باید کاری کنی که دوران فقط مرا دوست داشته باشه. گوش کو چی میگم. یک کم عقلت به کار بنداز دختر. اگه این قسم گپا را برش بزنی باز هیچ کاری برات نمیکنه. خدای نخواسته یک بار زندگی ما رو خراب نکنه دختر. مادر من از هیچ چیزی نمیترسم، فقط از چیزی که میترسم جدا شدن از دوران است مادر. ای چی است؟ در داخل این خریطه چیزی است که شما را به همدیگه نزدیک می سازه. وقت آفتاب طلوع کرد پیش روی دروازه اولیشان بریز دختر. بعد از 7 روز دوران به دیدن تو میای زلال. رابطه تن خوب میشه. دروازه را باز کنین، خواهش میکنم دروازه را باز کنین، میخوایم خواهرم ببینم. ایلیف خواهر جان. دخترم شما هر دو خدا به زحمت میسازین جانم. نوجین مادر اجازه نمیده شما یک دیگر را ببینین. ایلیف خواهر جان، خواهرم ایلا کنه. درد سربازم آمد. ایلیف ما آمدیم خواهر جان. لطفا دروازه را باز کنین. استادم همراه شما. بانن که خواهر خدا ببینم. قسم شیطان با ما ماندی و خودت رفتی. این کار شما جرم است، میفهمین یا نه؟ بانن که همدیگر را ببینن شما چقدر ظالم هستین. حال برات نشان میتونم که ظالم کی است. خواهش میکنم دروازه را باز کنین. با شما زیاد روی دادیم احمقا. اگه عادت کنین بهتر است. تا ایلیف نبینیم از اینجا هیچ جایی نمیریم. ایره بیبی، حالا که زهرا نیست باز به خاطر ایلیف میایه. معلوم میشه کار دیگه ای نداری. ایلیف بعد از این دمی حولی می باشه. حالا گم شد از اینجا برین. لطفا اجازه بدین که یک بار ایلیف ببینم. فقط میخوای خواهر خدا ببینم. بانن که ببینم. به خاطر چی میخوای ببینه؟ ایلیف در اینجا بسیار خوش است. شاید در خانه مادر خود قدر راحت نبوده. برین گمشین. ای استاد باید جزایش با تو قسم نمیشه. خاطرتان جمع باشه پدر. مادرم جزای اونا را خوب میتن. ما میرم نوجین مادر. شما برای ما درست و غلط درس دادین، اما در این قصر هیچ کار درست نمیشه. آزاد از این دروازه یک بار برآمدی، تو را بخشیدم. اگه ای بار بری هرگز نمی بخشمت. دوباره آمده نمیتونی. بیبی زندگی بیچاره‌ام تباه کردی. حالا شاید زیاد خوش باشی. آقا آزاد شما به خاطر من. به خاطر تو نه، به خاطر خود میرم که عزت خود از دست ندم. حالا زهرا جان بیا که خانه بریم، هوا تاریک میشه. ایلیف از تاریکی بسیار میترسه. زهرا جان
استاد شدن ما در اینجا هیچ فایده ای نداره. نه خیر، من خواهرم تنها نمیمانم، در پیش دروازه میخوابم، اما او را تنها نمیمانم. گوش کو زهره، هر قدر از خواهرت دور باشی بازم او به قلبت نزدیک است و کاملا خوب می باشه. سر ما اعتماد که فکر کو که ایلیف هم یاله در کنارت است. ایلیف میفهمه که تو را تنها نمیمونی. گوش کو قندم، میفهمیم ما چی میکنیم. خانه ملکه معلمتان میریم، فکر میکنیم که به خاطر ایلیف چی کدام میتونیم. جگر خون نباش، علی چیز نمیشه. اولاد خود حمایت کرده نتونستم. هر کاری که انجام بدم در باشه لبخند آورده نمیتونم. قسم نگو زمرد، تو به تنهای خود 3 اولاد بزرگ ساختی. این کار قدر آسان نیست. چند ساعت میشه که چیز نخوردی. علی بیازو خواب است، بیا که بریم یکان چیز بخوریم. خوش آمدی خان صاحب. روزت خوب گذشت یا نه؟ سونا در خانه نیست؟ فکر میکنم استراحت است. گفت سرش درد میکنه. حتما سر تو ناز میکنه. تا حالا خوب بوده، جایش درد نمیکرد. سونا چی را سایل داری؟ دروازه رو باز کن. پس شو. سونا تو را چی شده؟ احساس شده نمیتونم، بسیار مریض هستم. او زن، چرا خبرش نگرفتی؟ چرا متوجهش نیستی؟ سونا کمی دیگه هم تحمل کن. بخیز جانه. اونا بازم دروغ گفتن آزاد. گفتن راشد ده حولی همراه ما می باشه. از او خاطر ایلیفام همراه ما زندگی میکنه. بازم یک دروغ دیگه. خوب واضح بود که همی کار میشه. اما حالا چی خواد کردیم؟ بانم که زندگی ایلیفام برباد شوه؟ نه نمیشه، اما باید آرام باشه. میمارم اما نمیمانم که او اونجا باشه. تو آرام باش. او اولی را به جهنم تبدیل میکنم اگه ایلیف رها نکنن، درست است؟ ملکه آرام باش. چطور آرام بوده میتونم؟ بیبی تو موضوع را بسیار جدی میساز جانم. اونام ضد میکنن. اگر ما خونسرد رفتار کنیم و با تصمیم درست پیش بریم، با آسانی موضوع را حل میکنیم. کاش که میفهمیدم که این مشکلات چه قسم حل بسازیم. میشه، کل چیز دوباره خوب میشه. ما میخوایم پیش استاد ابراهیم برم. اگر با چیز ضرورت داشتین برام زنگ بزنین، زود میایم. درست است. ما همراهیت هستیم جانم. خداحافظ. چی فکر میکنی یوسف؟ فردا افتتاح خوب میگذره یا نه؟ البته استاد، بخیر یک بار افتتاح شب ما میاییم و درس شروع میکنم.
باید هم بیایی. اینجا جای درس است. هر کسی که طالب علم است آمده میتونه. سر وقت بریم که آزاد به تشویش نشه. زهرا جان، غذا نخوردی؟ حداقل میوه خو بخو. بسیار تشکر، دلم نمیشه. استعداد رسامی را داره. بله، زیاد خوشم داره. به خاطر که قلمای رنگی خود خلاص کنه حق و ناق رسم میکشه. تو تشویش نکو جانم. بخیر، بزودی هر دویدان یک جای خود بودین یک دانیم. هیچ نمیفهمم که حالا ده اونجا چی میکنه. کارهایی که ده حق ما کده بودن خدا کنه ده حق خواهرم نکنه. دخترم، پشت خواهرت دیق شدی؟ چند ساعت میشه کم اینجا هستی؟ حالا داخل برو تلویزیون سایکو دخترم. نترس، تو را هیچ چیزی نمیگن. جنوی ما باشی دخترم. درست است الیف جان، اما کار ما زیاد است. تو اینجا بشی. توبه کلید دستن فراموشم شده. استاد من رفتم میتونم؟ نه تو نرو، من خودم میفهمم کجا مانده. من میرم، تو منتظر آزاد باش. درست است استاد. هیچ راحت نیستم. میفهمم مامام تو. میخوایم همراه ایلیف باشم، پشتش دق شده. گپ آزاده خوشونیدی. گفت بالاخره راه حل برش پیدا میکنیم. چی فایده خواهد کرد؟ هیچ چیز از دست ما ساخته نیست. ساخته بود زهرا. تو امروز طلاقت گرفته میتونستی، اما منصرف شدی. به خاطر نخواستم زندگی خواهرم مثل ما برباد شود. بیا زو برباد نمیشد. ما به خاطر نجات ایلیف تمام کوشش‌های خود کرده بودیم. شما و آقا آزاد نقط تلاش میکردین. خدا به خاطر موادی ساختین، دیدین که چی شد؟ هیچ چیزم تغییر نکرد. کل چیز مثل گذشته است.
سلام علیکم استاد. و علیکم السلام. استاد افتتاح چه وقت است؟ اولادای ما کاملا به خاطر آمدن آماده هستن. اگه قسمت باشه فردا بخیر. انشالله استاد. شب بخیر استاد. شب شما هم بخیر. خداحافظ. تو امروز اشتباه کردی زهرا. ما میخواستیم بزباد برسانیم که تو دختر راشد نیستی. چی کارهایی که نکردیم، چی روزایی را که ندیدیم. اما تو چی کردی؟ در وقت آخر از همه چیز منصرف شدی. هدف اونا همه چیز بود زهرا، که تو را بترسانن. دیدی موفق شدن. بله بسیار ترسیدم، چون یگانه امانت مادرم خواهرم است. نمیخواستم او را از دست بدم. کلگی مرا ترک کردن. پدر و مادرم مرا ترک کردن و تنها ماندن. هیچ ازم نپرسیدن که گوش نستم یا سیر دقیقه سیر نشدن. زهرا جان، دیدن که فرمان و پدرم مرا ترک کردن استاد. از ما گذشتن و مرا به او ظالما تسلیم کردن. به خاطر زندگی خود مرا فدا کردن استاد. حتی کمی هم دلشان سرم نسوخت. اما من هرگز لیفه تنها نمیمانم. هیچگاه. زمران درباره علی فکر نکن. حتی چایت ننوشیدی. روز تولدش به یادم آمد جانم. دمی شفاخانه بودیم. آزاد تو وقت بسیار خرد بود. نمیخواست از ما دور باشه. تو او را بیرون بردی به خاطر که بخیلی نکنه. او را به یک بهانه بیرون بردی. برش بسیار چاکلیت خریده بودی. او روز از زندگیم بسیار مهم بود. کاش که من به یاد می داشتم. بسیار مشکل است که کسی حافظه خود از دست بده. به خاطر آزارده ساختن تو نگفتم. میفهمم. ما با این وضعیت خود کلتانه پریشان میسازم. حتی مادرم. جمال، ای که ما تو را پیدا کردیم همین به ما کفایت میکنه. ما فقط میخوایم همراهیم باشی. چی شده؟ به حال است. وضعیتم هیچ خوب نیست. درست است، شما همراه ما بیایید. حال دکتر خواهد آمد، شما منتظر باشین. سرشم دور میخوره. چی میکنی یوسف؟ چرا دروازه را باز نمیکنی؟ استاد ابراهیم رفته در صنف کلی را فراموش کرده بود. او را میاره. کاش که وقت می آمدم. در موتر میرفتیم زود پس می آمدیم. آزاد بیادر. درباره زهرا زیاد فکر میکنم. اگه اجازه تان باشه من او را دیده میتونم؟ بسیار خوب میشه. شاید گپی را که با ما گفتن نمیتونه به تو بگویه. خانه رو دیدی یوسف؟ نه ندیدی. صبر کن ما برات بگویم. او موتر را میبینی نه؟ از همون جاده مستقیم پیش برو، باز پیدا میکنی. آزاد. بله استاد میشنوم. زود به صنف درسی بیا.
عجله کو بچه. درست است استادم، میاله میایم. علی بیدار شد خانم. خاطرتان جمع باشه خواب است. دکتر صاحب گفت که باید شما را خبر کنم. از او خاطر اینجا آمده بودم. کدام مشکلی وجود داره؟ من نمیتونم برتان چیزی بگویم. بفرمایین. استاد خوب هستین؟ تشویش نکن، اما بسیار چیزها را خراب کردن. مشکلات پشت ما را اعلان نمیکنه. شما کسی را ندیدین؟ نه خیر ندیدیم. شما خوب هستین استاد؟ خوب هستم، خوب هستم. زهرا جان، بیبی به دیدنت کی آمده؟ میخواستم یگان چیز بیارم اما هیچ پول نداشتم. ضرور نبود. این وضعیت ده بیبی، چشمایت پوندیده، رویت هم سرخ شده مثل بادنجان رومی. تو یک بار خدا بیبی وضعیت خدا ندیده سر مگت میزنم. امرای خواهرت خب بدرفتاری نمی کنن؟ ایلیف تو اونجا زندگی کردن نمیتونه. از وقت مادر مرده هیچ گپ نمیزنه. پس میخوای چی کنی؟ میخوایم از پیشم دور نشه. هر لحظه در کنارم باشه یوسف. گوش کنین، ما باید همیاله به صنف درسی برام. نه وقت نمی کنم، درست است؟ کدام گپ شده؟ نه خیر، یکم کار مهم دارم. زود پس میاییم، درست است؟ درست است. اگه گپ زدم میتونست در تلفن گپ میزدیم، حداقل صدایش خب میشنیدی. اونا اجازه نمیتن، هیچ وقت اون اجازه نمیتن. من میفهمم، خواهرم از دست میتم. ناامید نشو، همه چیز خوب است. پس چرا ما را اینجا خواستن؟ بسیار میترسم. خوش آمده. خانواده علی هستین همتونست؟ بله. بفرمایید بشینید. از برای خدا دکتر صاحب واقعیت بگوین بچه ما چی شده؟ شما تشویش نکنین. شما را به خاطر یه خبر خوش خواستیم. نتایج معاینات علی را بررسی کردم. ما تلاش خدا به درستی انجام دادیم. امکان را رفتن علی وجود داره. چی؟ شما جدی میگین دکتر صاحب؟ علی بچه ما پای خود رفته میتونه؟ با شما تضمین دادن نمیتونم، اما اگه علی خودش بخواه امکانش وجود داره. خدا را شکر، خدا را شکر. علی تو را چی شده؟ چرا در شفاخانه هستی؟ بگو جانم، بسیار به تشویشت هستم. میخوایم بفهمم چی شدید.
ما هم خوب نیستم علی. زندگی ما زندگی نیست. فقط میخوایم این روزای بد بگذره. گفته بودی که ما هرگز جدا نمیشه. هیچ وقت تنهاییم نمیمانی. علی ما را چی شده؟ هیچ گفته نمیتونم. بعد از یام گفته نمیتونم. تو را بسیار زیاد دوست دارم علی. خانم پرستار، ما به خاطر خانمم پریشان هستم. معاینه کردن رفته. دکتر گفت که باید خونش معاینه شوه آقا. در اخیر دهلیز طرف چپ لابراتوار است، همونجا برین آقا. تشکر. شاید بسیار بخواب باشی جانم. بخواب علی. بسودی چشمت باز میکنی. چی فرق میکنه که من نباشم؟ تو خوب باشی. بخیر خوب شوی. دوست دارم. با دیدن سونا خانمم آمده. چند دقیقه پیش از اینجا برآمدن رفتن. وقت خوش. تو کجا بودی؟ با تشویشت شدم. دلم کمی بد میشد. باز تشناب رفتم. جانم چرا تنها رفتی؟ همراه پرستار میرفتی؟ بسیار عجله داشتم. بیا به اتاق بریم. هیچ احساس شدن نمیتونم. میفهمی یوسف، ما کلاگی را خفه ساختم. از علی طلاق نگرفتم. علی و استاد ملکه بسیار سرم قهر شدن. هیچ کس مرا درک کرده نمیتونه. من درکت میکنم. تو محبت پدر و مادر ندیدی. من خوب میفهم که چقدر محبت خانواده به یک دختر یا بچه اهمیت داره. ما بدون ایلیف بوده نمیتونم. بدون او زندگی کده نمیتونم. میفهمم. زهرا، اگه تو میخوایی یک راه نجات ایلیف به فکر ما هست. این طفل بیچاره چی گناه کرده که این روزه را میبینه؟ تمام مردم منتظر افتتاح هستن. حالا با اونا چی بگوییم استاد؟ مجبور نیستیم که جواب کسی را بدیم. زیاد خرابی نکرده، تشویش نکن. بیازو کسی نمیپرسه که چی شده. بیازو میفهمیدم که قسم میشه دخترم. اگه با تویقم بفته ما افتتاحش میکنیم. بله میکنیم، باید افتتاح کنیم. اما اونا از این کار خود دست نمیکشن. باز میاین و خرابی میکنن. هیچ وقت ما را آرام نمیمونن. بله،
بیاز اونا دیگه کار ندارن. ای کار کدام؟ سازمان نیست. وقت ما آمدم و آدم همینجا بود. میتونست مرا بکشه اما نکشت. چطور استاد؟ این کارا را کسی دیگه انجام داده؟ خوش آمدی بچیم. ما همیاله درباره تو گپ میزدیم. راست میگن. آزاد خانه را ترکه رفت. الیام در شفاخانه بستر است. حال وقت مناسب است. وقت چی؟ ای که همراه زلال عروسی کنی. کلشان گپ مادر ما رد کردن. فقط تو هستی که به گپایش گوش میکنی. بخیری یک نواسه بچه برش بتی. هیچ کس مانع خوشی های ما شده نمیتونه. چطور هستی؟ خوب هستم اما هنوزم دلم بد میشه. این دل بدی ها چند روزی دیگه هم می باشه. دکتر شما چی میگن؟ خانومتان عامله است، چشمتان روشن. زهرا، یوسف رفت؟ بله چند دقیقه پیش رفت. میفهمم امروز من به تو گپای خوب نزدم، اما من یک خواست دارم که تو هم مثل دیگه اطفال مصروف درسایت باشی. میفهمم. من بسیار معذرت میخوایم به خاطر که امروز همه شما را آزرده ساختم استاد ملکه. تو جانم هستی. تو هیچ وقت من آزرده نساختی زهرای. میفهمی یک دانه من احساس میکردم شایدی کار به خیر ما باشه جانم. عجیب است اما همه قسم احساس میکردم. امروز بسیار یک روز خسته کن بود. حالا دیگه بریم بخوابیم. فردا همه چیز انشالله خوب میشه. درست است؟ میخوایی ما ممرید بخوابم یک دانیم؟ درست است جانم.
یک رای پیدا میکنم. خوش آمدی زهرا خانم. نه وقت خو نکدم. بیا. اینجا بسیار کلان است. اتاقش چه قسم پیدا کنیم؟ من میفهمم که در کدام اتاق است. تشویش نکن. همراه من بیا. همین چه میباشه؟ چی شده دخترم؟ نگه تشنه شدی جانم؟ صبر کن، من برات آب میارم. بیا. آمدیم که تو را از اینجا ببرم. از اینجا میریم. حالت که زود شد. زود باشین، عجله کنین. درست است. اعلاش کن. چی میکنی؟ خانه فاطمه، ما اومدیم که این همراه خود ببریم. لطفا اجازه بدین که ما از اینجا بریم. لطفا. شما میخواین که کجا برین؟ پیداتون میکنن. شاید هیچ پیدا کده نتونن. لطفا. درست از دخترم. برین اولادا. حالا دیگه برین، زود باشین. حالا زود باشین. اینجا استاد کن. منتظرم باش. ابی که کارم خلاص شد زود میایم. بسیار تشکر خاله فاطمه. حالا برین، زود شوین اولادا. چند دقیقه بعد نگهبانا اینجا میاین. بشوریتان خوبی. بیا که بریم.
برو حالا برو یک تانیم برو. حالا کجا میریم یوسف؟ از اینجا بسیار دور. صبح بخیر خانم هدیه. صبح خیری را در جایش بان. چرا تو هنوز صبحانه را آماده نکردی؟ نه که خواب بودی. بعد از نماز خوابم برده بود، نه وقت بیدار شدم. امیال صبحانه را آماده میکنم، زود میارم. مریض خو نیستی فاطمه؟ هیچ خوب معلوم نمیشی. نه خیر، من خوب هستم. نه که ایلیف تا هنوز بیدار نشده. آه چقدر خوب. ناز اینا خو از دختر پادشام زیادتر است. میرم و دختر نازدانه را بیدار میکنم. اگه قسم بانم تا شب میخوابه. بانم که خوابش پوره شود. دیروز زیاد خسته شده بود به خدا. از او دختر زیاد حمایت میکنی خانم فاطمه. خیریت باشه. او دختر بسیار خورده است. گناه داره خانم هدیه. گپا دراز نکو هدیه. با فاطمه کمک کو که زود صبحانه آماده شود. یوسف چند دقیقه ایستاد شویم. شاید دخت خسته شدی؟ حتما گشنام شدی اموت نیست؟ به اینجا چیز به خوردن پیدا کردن نمیتونیم. ما غمش خوردیم. ده هوای تازه صبحانه خوردن بسیار مزه میده. چرا ساده هستین؟ بشینین. بیشه خواهر جان. چای نداریم. امروز هم یک چاره میکنیم. همیال صبحانه استانبول به یادم آمد. بسیار خوب گذشت. بسیار خوش بودم. گارسون فکر میکرد که من دختر استاد ملکه هستم. شاید حالا فهمیده باشن که من خانه را ترک کرده رفتیم. باید زودتر اینجا را ترک کنیم. به خاطر پیدا کردن ما شاید اینجا هم بیاین. استاد ملکه زیاد به تشویش میشه. زهرا اوف زهرا اوف، باز به قصر رفتی. بگی ایلیف جان، من گشنه نیستم. دیشب من زیاد نان خوردم، هنوزم سیر هستم. هیچ دلم نمیشه باور کن. بگی جانم، اگه نه اسراف میشه. کمه عجله کنین که بریم. استانبول چی وقت خواهد رفتیم یوسف؟ برای چند روزم اینجا میباشیم. اگه تا ایستگاه بریم اونا ما را پیدا میکنن. پس در کجا میباشیم؟ هر جایی که ما بودم.
دوران تا هنوز بیدار نشده؟ بیچاره بسیار خسته می باشه. تمام روز بچه مصروف کار است. مثل آزادخواه از پشت او معلم نمیره. بیادرم از پشت هیچ کسی نمیره خانم کاکا. ما هم همو تو فکر میکردیم، اما کارایی که در روزا میکنه هیچ درست نیست دخترم. بعد از اینقدر سالا پدرم پیدا شد، حال بیادرم همراه ما نیست. ای چه قسم زندگی است؟ کسی که بخوای همراه ما باشه همیشه دروازه ما باز است. بیادرت خودش خواست که از اینجا بره. از دوران طفولیت هم به قسم زدی بود خانم. بله. قدیم بفرمایید مادر جان. با جمال زنگ بزن بپرس که چی وقت خانه میایه. گپ زدم مادر، علی امروز مرخص میشه. خاطرتان جمع باشه تا چاش بخیر میاین. وقت دکتر ما را خواست بسیار ترسیدیم بچم. فکر کردم کدام خبر بد است. دست پای مادرت میلرزید بچه، اما وقتی گفت خبر خوش دارم یعنی بچه تان را رفته میتونه، باز مادرت آرام شد. گفت اگه خودش بخواه میتونه. هر روز به خاطر فیزیوتراپی تو میایی تا راه رفته بتانی اهلی بچیم. بخیر برکتشم میبینی. نمیخوایم. چی؟ بچم تو چی میگی؟ دکتر گفت اگه بخواه راه رفته میتونه. مادر ما ای روزا را گذشتان دید. هر روز مرا شفاخانه می آوردین. چی شد؟ مجبور شدم. هر قدر که کوشش کردم به همون اندازه ضرر کردم. دیگه نمیخوایم امید داشته باشم. انشالله ای بار متفاوت خود بود. پدر دیگه به اینجا نمیاییم. خب آماده هستیم که بریم؟ آماده است. کسی را کار دارین خانم؟ با دیدن زهرا آمدیم. فکر کردم شاید اینجا آمده باشه. زهرا را میگین؟ نه زهرا خوی چی طرفان آمده؟ شاید شما ندیده باشین آقا. از صبح که اینجا ساده هستم، اگه می آمد حتما میدیدم. درست است، تشکر. استاد کو فکر نکنم کسی به ما استاد کنه. ناق زحمت نکش. از پیاده رفتن که خوب است. من هیچ احساس خوب نمی کنم. راه بسیار طولانی است. اگه پیاده بریم ناوقت میشه. کسی که ما را نمیشناسه چطور به ما کمک کنه؟ تو طفل باشی، من طفل نیستم. موترتان آماده است دخترا. زهرا کجاست؟ ما چی بفهمیم؟ در این خانه و دیگه جای نداره. با دیدن خواهرش آمده میفهمم. زهرا کجاست؟ گپت سنجیده بزن. ما همراه او دختر هیچ کار نداریم. زهرا گوش کن، پیش از اینکه پلیس ها را بخوایم گم شو برو. هدیه برو بیبی که این لیفت اتاقش هست یا نه؟ ایلیف نیست مادر. چطور نیست؟ او دختر خورد کجا رفتم میتونه؟ فاطمه تو ایلیف دیدی؟ چی شده؟ چرا سر صدا میکنه؟ ایلیف و زهرا گم شدن بچه.
برین تمام جای خانه را بپالین. زود باشین. خواهر و برادر هستین؟ اینا خواهر هستن، من دوستشان هستم. عجیب است. خوردش قوارش مثل تو هست بچیم. کجا میخواین برین؟ کراز میریم. کراز؟ در این وقت اونجا هیچ کس پیدا نمیشه. اونجا چی میکنین؟ قریتون کدام طرف است؟ سروه. قریه ما کراز است بیادر. یوسف اونجا را ببین چقدر مقبول است. گوسفنداره بیبی. بله. حال ما تو را شناختم. تو بچه اصلا یوسف هستی اما تو نیست؟ ما زیاد فکر کردم که تو را کدام جای دیدیم اما یادم نمی آمد. شما زیاد وقت میشه که کوچ کرده رفتین. علی اقدر زود ناامید نشو، با این دید فکر کن. مادر نمیخوایم خوب شوم، چرا ناامید داشته باشم؟ علی هر قسمی که تو میخوایی. فرض کنیم که خوب نمیشی اما باز هم نباید منصرف شوی. کوشش باید کنی. چی حاله چی دیگه وقت هیچ فرق نمیکنه. درست است. وقت قصر رفتیم. کل ما میشینیم و دیباره تصمیم میگیریم آزاد بچیم. و شما یک موضوع را بگویم. ما دیگه به قصر نمیرم. چی؟ آزاد تو متوجه هستی که چی میگی؟ مجبور شدم که اونجا را ترک کنم. یعنی بودن ما در اونجا هیچ مفهومی نداشت. اگر ما گپ میزدم باز نوجین مادر قبول نمیکرد. با گپ زدن هیچ نتیجه گرفتن نمیتونی. نبودن ما بهتر از بودنم است. تو تنها حولی را ترک نمیکنی آزاد. این کارا نکن لطفا. تشویش نکنین مادر. همی که باور و عقیده ممرایم باشه همی برم کفایت میکنه. این دختر شیطان با ما درد سر شده. همراهش در غم ماندیم. در اتاق بیادر مام نیست. نه که در زیر زمین رفته چطور؟ تو چرا بطوری استاد هستی فاطمه؟ برو پیدایش کن. از دیروز تا حال زهرا و ایلیفا ندیدی بچیم؟ با استاد ملکام گفتم که هیچ کدامشان ندیدی. بیرون برو. حالا ملکه بیا اینجا. خدا کنه باز کدام بازی نو نباشه. نفهمیدم. بیبی ملکه اگه به خاطر یک جا ساختن زهرا و ایلیف کدام برنامه داری منصرف شو، اگه نه برات مشکل میشه. اگر رای نجات میفهمیدم دریغ نمیکدم اما نمیفهمم. الیف نیست مادر. تمام جاها را دیدیم. یک دختر خرد کجا رفته میتونه قدیم؟ حتما کاری استاد است. به خاطر که ما بالای شک نکنیم در اینجا آمده دروغ میگه. من دروغ نمیگم. من نمیفهمم گناه کجا رفتن. باید بریم و پیداشون کنیم. اگر کدام کار کرده باشی هیچ خوب نمیشه. دستم ایلاکو دستم. اینجا چی گپ است؟ ملکه چی گپ است؟ ایلیف و زهرا گم شدن. باید پیداشون کنیم. مام در خانه حیوانا داریم. مادرم بسیار خوب متوجهشان میباشه. ما همراه خواهرم برشان علف میتیم. زیاد گپای ناق نزن بچیم. سر کار تو با گپای ناق است. بسیار تشکر. بریم جانم. با خیر برین. زنده باشین. بده دستت. بله شیوان، من نجمی هستم. تعجب خود کردی و بچه یوسف دیدم.
یوسف یلدرمو میگم. یوسف چقدر دیگه باید پیاده بریم؟ کم مونده. راستش استانبول چه قسم بریم؟ ما هیچ پول نداریم. یک چاره میکنیم. یوسف کار را که در استانبول انجام داده بودی نمیخوایم که بازم همون کار انجام بدی. لطفا دیگه او کار انجام نده. نترس، نمیکنم. حالا بریم که پیدای ما میکنن. بیاین. چطور گم شدن؟ زهرا خود خانه تو بود. صبح وقت بیدار شدم نبود. فکر کردم که اینجا آمده باشه. فکر کرده معلوم نیست بعد از این دیگه چه کارایی را میخوایی انجام بدی. اگر این کار دست داشته باشی با خدا میکشمت. قدیم کمی آرام باش. بریم ملکه، بریم. از اینجا بریم. دموتر بشی. ملکه تو هم در این کار دست داری، راست گفتم. باورم نمیشه آزاد. تو هم سرم اعتماد نداری؟ نه خیر، تو کدام گپ نیست. اگر کارم میگو تا حالم راشن در استانبول میبودم، نه در اینجا آزاد. اونا کجا رفته باشن؟ بله استاد میشنم. آزاد بچیم یوسف همراه تو است؟ نه خانم نبود، به صنفام نرفته. به تشویش شدم. استاد هیچ زحمت نکشه، همراه دخترها حتما فرار کرده. هی نرسیدیم. قصر را که میگی همین است. چرا؟ نه که خوشت نامد؟ نه خیر، بسیار مقبول است. برای ما واقعا بسیار کلان است. یعنی در اینجا یک دیگه خود گم نمیتونیم. بیا داخلش بیبی. بیا نترس. همینجاست؟ بله همینجا پایین شدم که راز رفتم. همراهش دو دخترام بود. مطمئن هستی که یوسف بود؟ چند بار برات بگویم؟ اگر نمی بود تو رو تا اینجا به زحمت نمی ساختم. نه ما رو دیدی اون یه چیزی شنیدی. حالا بریم. استاد کاش که برشان نمیگفتین، اونا را خود کشتن. نه کاره که غرض نداری ناق گپ نزن. زود باشین حالا، چهار طرف خوب ببینه. همین که پیدایش کردین او را پیش ما بیارین. چی سایل دارین؟ برین. خب چطور از خوشتان آمد؟ میفهمم این خانه کم نامنظم است. گفتی کمه؟ نه خیر، بسیار ناپاک است و بسیار نامنظم. میفهمم اگه امشب اینجا باشیم موشای شام خواد دیدیم. اما نترسین دخترها، خداوند محافظ ما میباشه
وقت از خانه فرار کرده بودم اینجا آمده بودم. اما جای هیچ مهم نیست. مهمتر یک جا بودن ما هست. حالا دیگه یوسف با کار شروع میکنه. یک بار پیش قدم میریم. شاید پیش پدر خود رفته باشه. فکر نمیکنم خانه خودشان رفته باشه، اما شاید فرمان بفهمه کجاستن. اگه در این کارم او استاد دست داشته باشه باز. پدر گفت که دست ندارم. نباید سر او باور کنیم بچه. بیا که بریم. کارتا به درستی انجام دادی دخترم؟ بله مادر جان. خب دخترم چرا میخوایی دی صبح وقت به خانه دورانشون بریم؟ بیبی زلال دفتن تاثیر نمیکنه. دیدی که جادوگر چی گفت؟ باید صبر داشته باشی. از او خاطر نیست. میرم که برشان کمک کنم مادر. نوجین مادر امروز یک بار دیگه مرا تقدیر خواد کرد. پدر خیریت از باز کدام گپ شده؟ خوش آمدین خان صاحب بفرمایین. چی خدمت کنیم بفرمایین. از دست تو خسته شدیم. چی شده خان؟ تو امروز کدام کار درست انجام دادی؟ دخترایتان کجاستن؟ ایلیف در قصر نیست؟ اگه می بود اینجا نمی آمده. اگه می فهمین بگوین کجاستن. ایلیف فرار کرده؟ ایلیف و زهرا اردویشان فرار کردن. خان صاحب ایلیف هنوز بسیار خورد است. کجا رفته میتونه؟ سر قبر مادرش. قبلا اونجا رفته بود. هر جای که رفتن برین پیدا کنین. اگه ایلیفو پیدا نکنین تو را زنده نمیمانم گفته باشم خدو. درست است خان صاحب بچه شد. حالا دیگه خانه ما با بود و باش آماده شده مت نیست؟ خسته شدی خواهر جان؟ بیا بیشی جانه. بیشی یک دانه. حالا خوب هستی؟ خب حالا با غذای شب چی اشتیا دارین؟ انتخاب زیاد داریم آورده میتونی؟ چرا نه؟ تمام درختای جنگل از ماست. یوسف ما همراهیت بریم؟ خرید مربوط ما میشه. تا یک ساعت دیگه میایم. استادا شو. تکان نخو. روی تو نشان بده. بیادر یوسف نیست. یوسف در هر جای که باشی پیدایت میکنه. برو گم شو. مادر جان دوایتان بخورین که فشارتان بالا نره. دوا مشکل مرا حل نمیسازه. فاطمه بفرمایید مادر جان. او دختر امرای تو بود نه؟ نفهمیدی که کجا رفت؟ نه خیر مادر جان. میفهمین که هیچ گپ نمیزد. گپ زدن نمیتونست اما تانست که فرار کنه. تو بارش دلم میسوختاندی. حتما کسی او را کمک کرده که فرار کنه. اگر نه او دختر تنها جای رفته نمیتونه. آها یکم اینا کم بود. بفرمایین. ببخشین که بی خبر آمدیم. ناراحت خو نشدین؟ شما چی میگین؟ بفرمایین خوش آمدین. خیرت باشه. هیچ خوب به نظر نمیرسین. چی شده؟
جانم چیز مهمی نیست، گپای سابق است. از ما پنهان نکنین مادر، من از همه چیز خبر دارم. الیف و زهرا فرار کردن تو نیست. دوران برات گفت؟ نه خیر، با چشمای خود دیدم نوجین مادر. یعنی همراه یوسف فرار کرده رفتن؟ شاید همون شبه که به خانه ما آمده بودن تصمیم گرفتن. اشتباه محض. من همون شب بالای زهرا قهر شده بودم. تو هیچ گناه نداری ملکه. کل ما میفهمیم که تو با زهرا چقدر خوبی کردی. شاید تصمیم رفتن به استانبول بگیرن. بله استاد، یوسف استانبول از زیاد دوست داره. شاید یوسف زهرا و الیف به خانه خود برده باشه استاد. یا هم امکان داره در اینجا بعض لوازم یوسف موجود است. شاید معلومات به ارتباط خانوادهش باشه. صبح وقتی خبر شدم که خاله مریض است خواستم زود به دیدنش برم. از اینجا تیر می شدم که دخترها را دیدم که از دروازه بیرون می شدن. وقتی اونا را دیده بودی چرا با ما چیز نگفتی؟ چرا ما را خبر نکردی؟ مادر جان فکر کردم شما خبر دارین. وقتی همراهش یک نفر کلان ندیدم باز. امرش کی بود دخترم؟ کی بودم میتونم مادر جان؟ همون استاد است دیگه. همون تو نیست زلال؟ از نزدیک دیدن ندانستم اما بله امو بود. دیدین مادر چطور ما را بازی داد؟ آمد باز دروغم برای ما گفت. دروغ گو. به قدیم زنگ بزن شکایت کنه. باید جزای او استاده بدیم. الیف نترس خواهر جان، یوسف چند نقبت می آید. شاید بر ما بسیار زیاد سیب بیاره همه تو نیست. یک جای با هم می خوریم. بیا همراه من رسم میکشیم. ایزا حالا بگی برای رسم کشیدن بسیار خوب است. حالا بیا. چی رسم کنیم جانم؟ رسم دریا را بکشیم. به استانبول آمدیم. طرف دریا میبینیم. رسم کو الیف جان. این خانه ما از خواهرکم. این کی هست؟ یعنی که استاد ملکه است. ما پشت مادرم دق شدیم. وقتی تو را با آغوش میگیرم فکر میکنم مادرم گرفته. میفهمی جانم؟ تو امانت مادرم هستی. تا وقت پشت مادرم دق شدی میتونی مرا با آغوش بگیری. درست است؟ حال رسم کو. به استانبول باید کدام کارا را انجام بدیم؟ شما صدا رو شنیدین؟
از این طرف بود. آره اونجا، زود باشن. برن گیرش کنن. اونا تا هنوز سوار هیچ موتره نشدن. از این معلوم میشه که همینجا پنهان هستن. پولام همراه خود ندارن. او استاد شاید بارشان داده باشه، هم پولا هم خانه را. نه خیر پدر، ما فکر نمیکنم او دست داشته باشه. با اندگه دوران او سنه سازی میکنه. بله زن، بگو چی گپ است؟ چی؟ درست است، قطع کو دیگه. اما تو میکنم تشویش نکن. چی شده؟ چی شده باشه؟ او استاد دخترها را اختطاف کرده. بارت گفته بودم. پدری گپای مادرم است. به خاطر مقصر دانستن او بهانه پیدا میکنه. نامزادت زلال گفته. با چشمای خود دیده که او کمک میکرده. حال ما امرایش میفهمم. تو خود امرای ما میزنی دختر. خدایا اونا پول هم نداشتن. شکم و گشنه و جیب خالی کجا رفت؟ درست است ملکه، آرام باش. سالا میشه یوسف همین قسم زندگی میکنه دختره. اون خوب میفهمه که چه قسم شکم خود سیر کنه. هر بار که به یک موفقیت نزدیک میشیم باز یک مشکل پیدا شده مانع ما میشه. دختره، ناامیدی چیزی است که انسان به گمراهی میبره. خداوند راهش نشان میده. بعضا نعمتهای خدا وقت به ما ارزانی میکنه که هیچ انتظارش نداریم. نباید به خاطر به دست آوردن نعمت خداوند عجله کنیم. دخترها را دیدن استاد. کسی بود که یک وقت همراه ما کار میکرد. صبح وقت اونا را دیده که سوار موتر شدن و رفتن. در موتر کی سوار شدن بچه؟ در قریه سریلر یک کسی بود به نام نجمی. موتر از او بوده، موتر سفید. نشانی دکانش هم گرفتم. بسیار خوب است. باید بریم عاجل اونا را پیدا کنیم. بیایم بریم، زود باشه نالا. صبحانه با صدای دریا دو خواهرها بیدار میشیم. صبحانه خدا در نزدیک دریا میخوریم. بعدن با ماهی نان مندازیم. عیناً مثل رویاهایی که میدیدیم. همه تو نیست؟ در استانبول کار میکنیم و زحمت میکشیم. یک خانه خوردم کرا میگیریم و تام مکتب میریم. همراه یوسف دو خواهر و یک برادر شدیم. دیگه فرمان بیادر ما نیست، اما یوسف هست. از اینجا باید فوراً بریم. کس آمده که ما را از بین ببره. چند دقیقه بعد میرسن. از کجا رفتم میتونی؟ نمیفهم. اگه اینجا باشیم ما را میکشن. گفته باشم. حالا بریم دیگه، زود باشین. بیاین از این طرف. بیاین. اونا اینجا بودن. وقتشان هم خوب میگذره و ساعتشان هم تیر از به خدا. زندگیش سرش حرام میکنه. عجله کنین، برای نورا پیدا کنین، دور نرفته. خداوند امرایتان کمک میکنه. همین که اونا را پیدا کردیم به ما خبر بده. انشالله استاد، شما هم دعا کنین. خیرات باشه. کدام مشکلی است؟ ملکه ساگنره با جرم اختطاف گرفتار میکنیم. مامور پلیس شما چی میگن؟ دست ما ایلا کنین. ما هیچ کدام کاری نکردیم. یک دقیقه، شما کدام ثبوت دارین که دستش گرفتین؟ اگه اعتراض دارین میتونین بوزه بین. درست است، ما میایم. نه خیر، تو نه آزاد. برو دخترها را پیدا کن. به تشویششان هستم. اونا را سعی و سلامت خانه بیار. حالا زود باشین. بیاین.
نه ترس جانم، کم مونده، حالا دیگه میرسیم. الا هر چی زودتر باید از اینجا بریم. عجله کنین، زود باشین. زود باشین. در اینجام نیست پدر. نمیفهمم دخترها کجا رفته باشن. چپ باش گپای نقل زن اصاب ما خراب نکزن. اگه کسی بشنوه تبا میشیم. تبا تو مادرش هستی و من پدرش فهمیدی. اگه غم درسی چرا دختر خدا برشان ندادی؟ هیچ را فکر زهرا نیستی چون دخترت نیست. تو هیچ وجدان، هیچ انصاف نداری، از خدا نمیترسی راشد. چپ باش، اگه نیامت گور میشتی بزنم. چپ باش. افسوس که دوچار مشکل میشه مگه کل چیزا برشان میگم. بس از پیش از اینکه ما را بکشن ما تو را میکشم که بیغم شیم. فهمیدی یا نه؟ فهمیدی؟ با هیچ کسی چیزی نمیگی؟ با هیچ کسی فهمیدی یا نه؟ پدر بخیزن که بریم. این خاک بسیار خوشبوی میده چون این خاک مادرت از بچه. من زیر خاک راحت بودم میتونم و نمیتونم در دنیا راحت زندگی کنم. حتی خوابیدن نمیتونم. نمتوجه زهرا شده تانستم، نمتوجه ایلیف شده تانستم. خداوند جزای مرا بده. ما از پدر بودن انسان بودن خود میشرمم. بله برفین. فرمان خانه بیاین، ملکه را زندانی کردن. میگن ملکه دخترها را اختطاف کرده. شاید خانه خودش پنهان کرده باشه. در داخل نیستن. هر جایی که احتمال بودنشان از خوب ببینین. ایجا از پیشتان نمانه. شاید یک رد پای پیدا شود که از طریق او جستجویشان کنیم. از روز که او دختر اینجا آمده با ما درد سر شده. چرا پیش پدرش نمیره؟ سلام علیکم. علیکم السلام بیادر. خسته نباشید. زنده باشید. با دیدن آقا نجمی آمده. استاد با دیدن شما آمده. سلام استاد جان. سلام. استاد یک مشکل پیش آمده. ما در جستجوی این دخترها هستم. یک بچه هم امرایشان بوده است و وام خورده است. اینا را در وقت سوار شدن با موتر شما دیدم. نه خیر، در موتر ما سوار نشدم. کی گپ براتون گفتم؟ مهم نیست که کی گفته سوار شدن یا نه. ببینیم ما بسیار به تشویش هستیم. اگر دیدی بگو برام. گفتم که نمیفهمم. کدام مشکل داریم؟ برو با پلیس بگو. روز خوش. تشکر. ماموری پلیس برتان گفتم که ما هیچ کاری نکردیم. دخترها گم شدن، شاید زندگیشون در خطر باشه. کمک کنین. بجای اونا را پیدا کنین، دست پای مرا بسته میکنین.
من از اول میفهمیدم که استاد دایی کار دست داره. باز اینجا آمده صحنه سازی ها میکرد که کسی بالای شک نکنه. اگه گپ زلال دروغ باشه باز چی؟ زلال دو وقت صبح پیش خانه ما چی میکرد؟ تو میخوای بالای عروس ما تهمت کرده از او استاد دفاع کنی؟ چی را میخوای ثابت کنی فاطمه خانم؟ باید هم از او دفاع کنی جانه. چند روز میشه تو کارای عجیبی میکنی. ما از هیچ کس نمیخوایم دفاع کنم خانم هدیه، اما کل ما میفهمیم که زلال پیش ازی چی کارایی که نکده. مثلا چی کارا کده؟ زلال چی کده برم بگو. چیزی نه مادر جان. راستی زلالم استاد ملکه را دوست نداره. چند روز پیش همراهش کمی گفتگو کرده که همراه خانواده ما کار نداشته باش. نه خب حقش برش دادم مادر جان. گپایی که ما برش گفته نتانستیم او برش گفته. فاطمه هم میخواست همین گپ براتون بگویه. استاد ما هم یالا پیشی آدم آمدیم تشویش نکنه. این آدم کل چیزا میفهمه، اما نمیخوای امرای ما کمک کنه. متردد بود، شاید نمیخواد دوچار مشکل شود. بیادر ما اونا را دیدم که کجا رفتن. استاد یک دقیقه ما بعدن براتون زنگ میزنم. خداحافظ. از موتر استادم پایین شدن، طرف کراس رفتن، همینجا پایین شدن. بیادر در کراس چی میکنن؟ براتون چیزی نگفتن؟ نه خیر، او بچه که همراهشان بود یوسف. باز افراد از پشتشان رفتن، کدوم دشمنی داشتن.